کجایی برادر جان؟ آقا مثل همیشه دارم به بهانه امر به معروف نهی از منکر از زن و دخترای مردم فیلم میگیرم. اینطوری هم خودم یه عشق عالی میکنم، هم بابتش یه پولی عایدم میشه. چطور مگه؟ عقبی فعلا اون کارو ول کن، بیا سمت من که پول تو ستاد استحاله هلال ماه مبارک رمضانه. بیا که دوره هم یه بیت المالی بزنیم به کمرمون، از اون ورم بعدش یه قنبل بازی به یاد امام راحل بکنیم. یا زین العابدین بیمار، سلام بر خوشتیپ ترین رئیس مجلس تاریخ جمهوری اسلامی. قربون اون کله کچر بورت بشم من. راستش خواستم ازت تشکر کنم به خاطر پست جدیدی که تو مجلس بهم دادی. از این به بعدم برای راز و نیاز و این حرفا با این شماره با در تماسم. اون گوشی قبلیمو حاجیمون به مشکوک شده ازم گرفته. تا یه ماه دیگه میره کربلا برای زیارت، بعدش هر شب پلن راز و نیاز میچینیم با هم. سلام علیکم خواهرم، بنده صادق سگ‌حشر هستم، همسایه 2 طبقه بالاتر آقای قالیباف. مشغول رویت ماه مبارک رمضان بودم که ناگهان یک ماه زیباتری رو حقیقتش رویت کردم. شمارتون رو که گذاشتید سریع زنگ زدم که تا تنور داغه بچسبونیم انشالله. یعنی الان شما داری منو میبینی؟ بله خواهرم، با جزئیات کامل دارم میبینمتون. البته من قبلا هم شما رو توی مجلس شورای اسلامی زیارت کرده بودم، اما نه با این دیتیل اروتیک. الان میفهمم که چرا آقای قالیباف به شما همچین پست مهم و حساسی رو داده. وای استغفرالله. خواهرم راحت باشید، روحانیت محرم جامعه است. بابا شما روحانی هستی؟ بله خواهرم، نگران نباشید، روحانیت رازدار امت اسلامیه. شما هم که از وجناتتون معلومه که از بنات حیدری هستید و امت حزب الله. وای حاج آقا اینطوری که گفتین دیگه خیالم راحت شد. لباس شما نماد نجابت و چشم پاکیه. آدم با خیال راحت میتونه همه چیشو بده دست شما. میگم خواهرم شماره حسابتون رو برای من SMS کنید که یه 400 میلیون گذاشته بودم کنار برای یه کار خیری براتون علل حساب بفرستم. انشالله که قسمت بشه یک راز و نیاز ولایت پسندی بزنیم به بسل و نخامون. حاج آقا خدا خیرتون بده. پس نه تنها چشم پاکین بلکه تو کار خیرم هستین. بله خواهرم، ما مردان خدا عاشق کار خیر هستیم. میگم حالا که بحث کار خیر شد، شما هم بی زحمت اون تاج بندگیتون رو بزنید کنار که ثواب این کار خیر هم بیشتر بشه انشاءالله. چشم حاج آقا. یا مدبر اللیل و النهار. یا الله حاج خانم خونه ای؟ میگم این سکه هایی که رشوه گرفته بودم و کجا گذاشتی؟ بابا حاجی آقامون اومد، من باید برم. فردا سه‌شنبه همینجا همین موقع میبینمه. لا اله الا الله. شت تو این شانس واقعا. الو خدا، الو کجایی شما؟ الو ببینم چرا. بفرمایید برادر جان. سلام آقا، خواستم ببینم ماهو رویت کردید به سلامتی؟ نه متاسفانه تا اومدم رویتش کنم یک ابر سیاه بد ترکیب عین خروس بی محل مانع از رویتش شد. اما طی صحبت‌هایی که با ماه مبارک رمضان داشتم ظاهراً فردا قرار همین موقع رویتش کنم. جسارتا عرض میکنم ولی همه کشورهای اسلامی ماهو رویت کردن ها. اونا اسلام واقعی نیستن برادر جان. تنها حکومتی که داره به حمدالله اسلام واقعی رو پیاده میکنه همین جمهوری اسلامی خودمون هستش. در ضمن بی زحمت بگید این 400 میلیون امروز ما هم واریز بکنن. چشم آقا، هر چی شما بفرمایید. قنبل عالی متعالی.